گوش کن. تو کار خودت ببین. چی کار داری با من؟ در هر کار خوشت گوش میکنم. من با فایده خودت گفتم. خوی قبول کن. نخوی ای. نااهلی شما رو دیدم. بسیار ناراحت شدم. دوست شوخی رو میبردارد. دوست نفری هست که عاقبت تابوتت را میبردارد. دوست باید یکدیگر رو بفهمد و دویمو پهلو باشد. از یکدیگر خفه شدن لازم نیست. اگر ما دست راست باشیم، دوستمون دست چپ است. هرچی رو که میبرداریم وزنی کرد، فوراً باید دست چپ همراه بشود. مردم گویند بهشت خواهی یا دوست؟ ای بخبران، بهشت با دوست نکوست.